پس سعی کنید الگوی بچه هاتون باشید. الگو باشید. کی دوست داره بچهش خوشبخت بشه؟ دستشو بیاره بالا. بیاین رو سن. من فرض میگیرم اون که شمایی، اون شمایی، این فرزندته. حالا تلاش کن که هولش بدی برای پیشرفت. هولش بده برای پیشرفت. برگشت عقب. مشکل اینجاست که تا زمانی که بچه تو هول میدی که برو، پس رفت میکنه. تربیت کردن بچه هم مثل کار اشتباهیه. بچه دقیقاً همونی میشه که شما هستید. میخوای پیشرفت کنه، به سمت پیشرفت حرکت کن. حرکت کن. احسن. بچه دنبالت میاد. مرسی. بعضی از خودشون میزنن، میگه آقا بچه‌م بپوشه. نه، خودت بپوش، خودت رشد کن، خودت قوی شو تا بچه‌ت هم یاد بگیره قوی شه. میخوای عاشق باشه، عشق رو تو خونه بهش نشون بده. وقتی اینو تو خونه میبینه، عشق بین پدر مادر رو میبینه، این هم یاد میگیره. من نمیتونم با خشم زندگی کنم، با نفرت زندگی کنم، با یأس زندگی کنم و انتظار داشته باشم که بچم پیشرفت کنه، بره درس بخونه، بره موفق بشه. نمیشه. باید ببینی اون آدمو، باید ببینی.